همونطور که سردار مجید تو جریان بازخوانی پرونده قتل زنجیره‌ای در برنامه‌های نوریزاده هم توضیح دادم. من یکی از نیروهای ایشون بودم تو کمیته حفظ نظام و در رابطه با این پرونده سری پرونده‌های دیگه همکاری داشتم و اخبار اطلاعات غرب تهران رو به این کمیته مطبوع ارسال می‌کردم. اما از اونجایی که خودم در جریان این کمیته این پرونده و پشت پرده قرار دارم، این رو میخوام باز بکنم. اگه الانم فردی به نام سرهنگ رستمیان هست که مسئول اداره گذرانه شرق تهران، اون زمانم مسئول معاونت مفاسد اجتماعی ناطق تو خیابون وزرا بودن. این صدا رو اگه میشنوه یا بهش میرسونن، میتونه به کسایی بگه زنگ بزنن من رو تکذیب بکنن و بگه تو داری دروغ میگی. روز جمعه بود این آقای سرهنگ رستمیان اومده بود بخش دیپلمات بیمارستان مهر به ملاقات سردار حسینی، اونم با چند واسطه که فقط وقت ملاقات بهش بدن. به قول معروف من کنار تخت سردار وایساده بودم، حتی نشون به این نشون که آقای حسینی داشت آب میوه میخورد. یه دفعه سر کشید آقای رستمیان، سرهنگ رستمیان با خنده بهش گفت آقا تعارف نمی‌کنی؟ که یکی از افرادی که تو اون اتاق بود بهش گفت آقای رستمیان خیلی زود وامیل میشی. بعد روی پرونده رو با خودش آورده بود، حدود 100 تا عکس از دختران ایرانی که تو بغل دو عرب‌ها بودن از طریق یکی از سرویس‌های امنیتی ایران به نام مریم تو فجایع امارات تو این پرونده بود، به اضافه احکام قضایی و دادگاه و حکم الیاس محمودی و قاضی مقدس که اون زمان رئیس مجتمع قضایی ارشاد بود داخلش موجود بود. به سردار حسینی گفت ببینید برای این پرونده چه حکمی صادر کردن و قاضی مقدس که یکی از حقیقتا قاضیای سختی بود و برای جرم ساده یک حکم بسیار سنگین صادر می‌کرد، با تو این پرونده که 12 نفر توش کشته شدن با این وسعت و با این اصل و مدارک، متهمین ردیف اول پرونده رو فقط به 6 ماه حبس تعلیقی و 50,000 تومان وجه نقد جریمه کرده بود. پرونده که 12 دختر در جریان اون کشته شده بودن، 55 نفر مرتبط با این پرونده که از لحاظ قانون مجازات اسلامی درست یا غلطش کار ندارم حکمشون خیلی سنگین‌تر از این بود، متهم ردیف اول به 50,000 تومان جریمه شده بود و 6 ماه حبس تعلیقی بهش داده بودن. بقیه هم آزاد شدن و یا حکم تعلیقی گرفتن. افرادی که عامل یا رابط قاچاق دختران به امارات و فروششون به عرب‌ها بودن. حالا شما تصور کنید قاضی مقدسی که برای کوچکترین جرمی احکام سنگین صادر می‌کرد چطوری امکان پذیر بود که در زیر مجموعه قاضی مقدس یعنی مجتمع قضایی ارشاد برای همچین کیسی که ناموس ما رو بردن تو امارات به فروش رسوندن با این گستردگی همچین حکم رو صادر کنه. بعد روی فردی هم تو اونجا بود اسم مستعارش رضایی بود، الان هم تو حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه داره کار میکنه. اگر لازم باشه و بخوام تکذیب بکنن این موضوع رو، من اسمای اصلیشون رو تو این موضوع خواهم گفت و شاهد این موضوع بود که چطور قوه قضاییه چشم پوشی کرد در صدور احکام. در ظاهر برای اینکه سرهنگ رستمیان از لحاظ هیته‌بندی در جایگاهی نبود که عنوان بشه، این پرونده از مدت‌ها قبل در اختیار کمیته حفظ نظام قرار گرفته، اسناد سرهنگ رستمیان رو ازشون گرفتن، گفتن برید خبرتون می‌کنیم. در این جریان اسناد مستدلی به دست اومد که این احکام، یعنی این احکامی که خیلی ساده برای این افراد صادر شده، پشت پردهش الیاس محمودی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه بوده و قاضی مقدس هم که یه زمان قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب بوده، یعنی شعبه‌ای که هر کس رو واقعا می‌خواستن قلع و قم بکنن می‌فرستادن اونجا. سر اختلافاتی که در جریان قتل زنجیره‌ای برخی مسائل با عده‌ای از مسئولین قوه قضاییه از جمله آقای شیرج پیدا کرده بود، از اون شعبه مهم فرستاده بودنش مجتمع قضایی ارشاد که پرونده‌های اجتماعی رسیدگی بکنه. در ظاهر ترفیع بهش داده بودن، اما در باطن هیته‌بندیش رو آورده بودن پایین و بهش گفته بودن یعنی پرونده‌های امنیتی رو دیگه رسیدگی نکنه و فقط به پرونده‌های اجتماعی رسیدگی بکنه. به هر حال الیاس محمودی تا اونجایی که میدونست پرونده در اختیار ناجاست، خیالش راحت بود که ناجا قدرت اجرایی ورود به حوزه‌های پنهان پرونده رو نداره. همین که فهمید پرونده تو خبرگان بررسی میشه، الیاس محمودی خوف برش داشت ترسید که امروز فرداست که مقدس رو برای اینکه به این گستردگی پرونده‌ای رو به این گستردگی مختومه کرده، اون هم به فشار مقامات عالی قوه قضاییه به راحتی اعلام کنه آقا من این احکام رو به دستور الیاس محمودی صادر کردم. به هر حال به توسط فردی به نام حسن شبگرد که یکی از افراد عوامل عملیاتی نیروهای عملیاتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است، مجید کاووسی فرد و برادرزادش رو نشون میکنن و پیرامون این پرونده بهش میگن که آقا بیا نگاه کن قاضی مقدس مثلا چه جوری چیز کرده، چه جوری حکمی رو صادر کرده و مجید یعنی
البته اینا قصد نداشتن که تنها قاضی مقدس رو ترور بکنن، قاضی مقدس رو بزنن، بلکه قصد داشتن چندین قاضی دیگه هم در همین پروژه حذف بکنن که احکام مشابه در خصوص اراضی و موارد مختلف که صادر کردن. بعداً مجید متوجه میشه که وارد چه بازی شده، به دبی به سفارت آمریکا پناهنده میشه، ولی از اونجایی که مستقیم، ولی متاسفانه از اونجا مستقیم به ایران برش میگردونن و به قول معروف اعدام میشه. به هر حال جریان پرونده قاچاق دختران ایرانی تو امارات و مسائلی که پیرامون این بوده رو بهش نشون میدن، بهش میگن که میگن ببین قاضی‌ها چه احکامی صادر میکنه، در صورتی که خود الیاس محمودی پشت این القا قرار داشته که مقدس و برخی از قاضی‌ها که از تخلفاتش خبر داشتن و خود اونها متخلف بودن رو حذف میکنن. مجید طاووسی طبق توطئه‌ای از پیش طراحی شده وارد این جریان میشه و اون مرحوم رو جلو میندازن تا قاضی مقدس رو بکشه و متاسفانه همین اتفاق هم میفته. من مجید طاووسی با پشتیبانی الیاس محمودی البته با واسطه اقدام به ترور قاضی مقدس میکنه که بعداً وقتی به سفارت آمریکا پناهنده میشه با نفوذ عده‌ای برای اینکه برخی حقایق رو اعلام نکنه به ایران بازگردونده میشه و در نهایت اعدام میشه. حتی برادرزاده‌اش اگر شما نگاه بکنید، اگر تمام حقوقدانای دنیا جمع بشن حکم این فرد اعدام نبوده. برادرزاده همین مجید طاووسی حد اکثر حکمی که بهش تعلق میگرفته 2 تا 5 سال زندان بوده. جالب این که همین قاضی صلواتی الان تصاویری که نشون دادید، قاضی صلواتی که همینجوری حکم محارب برای بچه‌ها الان مفسد تو شعبه 15 داره برای دستگیر شدگان حوادث اخیر حکم اعدام صادر میکنه، مفسد فعل ارض صادر میکنه، پشت همین افراد رو قاضی صلواتی حکم اعدام براشون صادر کرد و دادستان اون زمان قاضی مرتضوی بود که هر دوشون در جریان این بودن که الیاس محمودی پشت این پرونده قرار داره. به هر حال می‌بینیم که در رأس دستگاه قضایی چه افرادی متاسفانه قرار دارن و می‌بینیم که متاسفانه دستگاه قضایی ما چقدر فاسده. یه جوونی رو میارن اینجوری القا بهش میکنن و بهش میگن دستگاه قضایی فاسده و حقیقتا هم فاسده، بعد این رو میارن میذارن جلو. اینکه بخوان بازی‌های فاسد رو خودشون به دست افراد دیگه‌ای حذف بکنن که یواش یواش اون متخلفایی که از تخلفای خودشون خبر دارن اینها رو حذف کرده باشن. الان حتی الیاس محمودی برادرزاده‌اش که آقای کمال حسین زاده یکی از اعضایی بود، عواملی بود که تو پرونده قاچاق دختران ایرانی که دبی دست داشت، هنوزم آزاد داره میگرده. 2 تا خانم به نام مهناز و پروین الان تو آلمانن، پشتیبانی قضایی میشن از طریق ایران، از طریق همین الیاس محمودی که الان تو دیوان عالی کل کشوره و تو قوه قضاییه هم خیلی نفوذ داره. بحث قاچاق دختران ایرانی رو بین امارات و ایران، بین آلمان و امارات و ایران میرن، تردد دارن و این کارها رو انجام میدن. به هر حال پرونده‌ای که 12 نفر دختر توش کشته شدن، به این صورت یه جوون رو میندازن جلو که قاضی مقدس رو بزنه، به خاطر اینکه قاضی مقدس از این تخلفات خبر داشته و فردا قاضی مقدس رو نیارن بگن آقا چرا این حکم دادی، اونم بگه الیاس محمودی گفته و جریانات به این صورت بشه. به هر حال می‌بینیم که من اسناد و مدارکی که هست پیرامون این پرونده متاسفانه چون اسم اون دخترها توشه، بعضی از این دخترها 55 نفرشون تو مرتبط با این پرونده بودن، برگشتن سر زندگیشون، خب سوء استفاده ازشون شده تو دبی، الان برگشتن ازدواج کردن، اسم خیلی هاشون افشا نمیخوایم بشه. من نمیتونم اون اسناد رو ارائه بکنم، اما اگر اینها بیان تکذیب بکنن این موضوع رو، من حتما این اسناد رو با اجازه سردار محمد رضا مکی اینها رو منتشر میکنیم که مردم از جزئیات بیشترش خبر داشته باشن. داریم گفتگو میکنیم با آقای احسان سلطانی، همیانان افسر اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران. احسان جان، حضورت که عرض کنم، یکی از کسانی که امروز خیلی اسمش مطرحه، خب قاضی فاسد، در اینکه فاسد خونخوار و جنایتکار، سعید مرتضوی. این امروز سعید مرتضوی تهدید کرده نمایندگانی رو که خواهان عزل او شدن از تمام سمت‌ها و مجازات او، تهدید به تعقیب قانونی کرد. کی پشت سر این قاضی جنایتکار و فاسده؟ من به صراحت این رو عرض میکنم، مستقیما خود شخص خامنه ای بنده با اسناد و مدارک تو مصاحبه علی حتما این رو عرض خواهم کرد، جمع‌بندی‌هاش رو